سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به کانال ارزآنالیز. دوستان، امروز میخوام در مورد یک صرافی صحبت کنم که مرتبط هستش با صرافی CX که دارین روی کوین مارکت کپ صفحه‌شو میبینین. این صرافی رتبه بالایی نداره، ولی خب از سال 2013 در حال کار کردن هستش و داره فعالیت میکنه. ولیوم قسمت اثباتش تقریبا 4 میلیون دلار هستش که خب یه مقداری به خاطر این ایردراپی که داده از چند وقت پیش تا الان یه مقداری هم افزایش پیدا کرده و اینکه میتونیم بگیم که یکی از صرافی‌های معتبر هستش که ما حدس میزنیم توکن اختصاصی صرافی خودش رو داره به عنوان ایردراپ لانچ میکنه. خب بریم روی گوشی تا خدمتتون نشون بدم که ایردراپش به چه صورتی هستش. دوستان، همونطور که میبینین این قسمت تب هستش و مثل ایردراپ های دیگه ما روش کلیک میکنیم و به ما از توکنش رو همونطور که اون بالا میبینید میده و این پایین زمانی که رو تب کلیک کردیم باید کلیمش کنیم. کلیم که بزنیم به ما اون پوینت هایی رو که تب کرده بودیم میده. یه قسمتی هم داره که تسک هستش، میتونیم اینوایت فرند کنیم و هر تعدادی که انجام بدین یه مقدار مشخصی بهتون پوینت میده. میتونین تلگرامشون و شبکه ایکسشون و یا همون توییتر رو و لینکدین و اینستا و اینا رو فالو کنید و طبق همون بهتون پوینت میده. از همه مهمتر یه قسمتی هستش به نام فارم. همونطور که میبینید من اینجا الان فارم رو زدم و داره برای من فارم میکنه. هر 4 ساعت یه بار میتونید بیاید کلیمش کنید و حتما باید کلیم کنید که توی حسابتون بشینه و مجدد 4 ساعت دیگه بیاید این کار رو انجام بدید. قسمت سوم اسکوادش هستش که اون کسایی که اینوایت شما بودن، فرند هاتون اینوایت شما شدن، به شما ریوارد میده و باز اینجا میتونید بیاید کلیمش کنید. خیلی صرافی خوب و معتبری، پیشنهاد میکنم که حتما شرکت بکنید و حمایت از ما یادتون نره. اگه این پست رو دوست داشتی حتما سابسکرایب کن، چون از این قبل ویدیوها زیاد میذارم و لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذارم که بتونید توی این ایردراپ شرکت بکنید. موفق باشید، کیفتون پر از پول.